خدمت دوستانی که تجربه دارند داخل سنگشناسی، لطف کنید به منم کمک کنید که بیشتر در مورد سنگ ها بدونم. حالا این سنگ نسبت به حجمش خیلی سنگینه. یه منطقه بیابون و باستانی هم هست. شهاب سنگ چیه؟ این سنگ ظاهر عجیبی هم داره. با تشکر از استادان و سنگشناسان عزیز.